ابن ابوالحدید میگه جعفر نقیب گفت که فلانی اگر پیغمبر می بود و میدید که دخترش فاطمه را ترساندن و محسنش رو سقط کردن، آیا خون این آدم مباح میکرد یا نمیکرد؟ آیا این مسلم بود یا نبود؟ خود اهل سنت نقل کردن، آیون علما مراجعه کنن، میزان الاعتدال ذهبی در حالات ابن ابی دارم می نویسد، شخصی است که از سلسله روات احادیث است، اینجوری که الان یادمه نفر 552 به میزان الاعتدال مراجعه کنید، اونجا نوشته است ان عمر رفس فاطمه فاسقطت بمحسن. این رفسه در این روایت اهل سنت اینجوری آمده، رفسه یعنی با لگد به سینه کسی زدن، این لغت اینجور معنا شده. در روایات شیعه راوی ابو بصیر است، میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم که چرا فاطمه زهرا از دنیا رفته جوان؟ فرمود ان انفذ مولا فلان